تصورش هم ترسناکه. وحشت مطلق بود. دست و پای شهلا رو بسته بود. اما تراژدی اصلی اون گوشه بود. دختر کم سن و سالش از ترس مچاله شده و توی گوشه کز کرده بود. عامل جنایت با نهایت خونسردی با همون روسری خود قربانی اونو کشت. شوکه کننده تر اینجاست که بدن بیجونش رو شبونه برد و چال کرد توی قبرستون غریب. 20 روز کامل گذشت و هیچکس حتی نفهمید شهلا ناپدید شده. میخواید بدونید این جنایت هولناک که توش دختر کوچیک قربانی شاهد بود چطور رقم خورد؟ برای فهمیدن تمام جزئیات مرگ دردناک شهلا کریمانی تا آخر این ویدئو همراه ما باشید. البته قبل از اون اگه میخواید پرونده های رمزآلود بیشتری رو با هم باز کنیم ممنون میشیم با لایک و سابسکرایب از چنل آخرین سرنخ حمایت کنید. همه چیز از 9 مهر ماه 1404 شروع شد. یه روز پاییزی تو روستای گمنام و آروم بهفروان حوالی مهاباد، یه پیرمرد که داشت مثل هر هفته میرفت سر مزار یکی از عزیزاش انگار که یه خوابی ببینه خشکش زد. اونجا بین سنگ قبرای قدیمی یه تیکه خاک تازه و دست نخورده توجهش رو جلب کرد. یه قبر که انگار همون روز یا نهایتا شب قبلش با عجله و بدون تشریفات رو به قبله خوابونده باشنش. اون پیرمرد بیچاره که دید قبر تازه است و هیچ اسم و رسمی روش نیست با خودش گفت مگه میشه یکی تو این روستای کوچیک فوت کنه و من نفهمم؟ همینطوری که شک و تردیداش بیشتر میشد مستقیم رفت سراغ مسئول آرامستان. با صدای لرزون پرسید آقا اون قبر جدید که تازه کنده شده مال کیه؟ مسئول آرامستان که خودش هم از این ماجرا بی خبر بود با تعجب جواب داد کدوم قبر؟ مگه کسی فوت کرده؟ خلاصه مرد با اصرار مسئول کشید اون طرف. اونجا بود که مسئول آرامستان هم خودش با چشم خودش اون خاک تازه که هنوز خشک نشده بود و دید. با وحشت گفت من چند روز کسی رو دفن نکردم. این قبر مال کیه؟ اینجا دیگه قضیه از یه شک ساده تبدیل شد به یه زنگ خطر بزرگ. با دستپاچگی و اضطراب بلافاصله قضیه رو به پاسگاه دارلک خبر داد. ماجرا مثل بمب صدا کرد و سریع رسید به دادستان مهاباد. وقتی مقامات بالای شهر فهمیدن ممکنه یه جنازه اون زیر باشه دیگه کار از حرف و شوخی گذشت. دادستان بدون اتلاف وقت یه حکم سنگین داد. دستور نبش قبر صادر شد. صبح 10 مهر هوا یه جوری غبارآلود بود که انگار خود آسمونم طاقت این اتفاقو نداشت. یه تیم کامل از کلانتری با تجهیزات کامل ریختن به قبرستون قدیمی روستا. دستور از بالاها یعنی دادستانی اومده بود که باید نبش قبر بشه. وقتی بیلا شروع کردن به کندن بوی خاک مرطوب با یه بوی دیگه قاطی شد که همه رو میخکوب کرد. یهو بدن بیجون یه زن جوان از دل زمین در اومد. زنی که انگار همین دیشب خوابیده بوده. لباسای راحتی خونه تنش بود اما این یه خواب نبود. پاهاشو با یه تناب پلاستیکی آبی روشن حسابی محکم بسته بودن. انگار می‌خواستن مطمئن بشن که دیگه نتونه فرار کنه و همونجا جون بده. وحشتناکتر از همه سرش بود. سر تا نیمش تو 2 کیسه زباله فرو رفته بود. انگار عامل جنایت می‌خواست دنیا ندونه این زن کیه. این پیکر رو سریعا پیچیدن و فرستادن پزشکی قانونی مهاباد. بعد که کار اونجا انجام شد پروندهشو با عجله فرستادن ارومیه برای کالبد شکافی دقیق‌تر. مشخصات ظاهری زن دقیقاً با اون پرونده مفقودی که آگاهی مهاباد 20 روز پیش ثبت کرده بود جور در می اومد. یه کارشناسی با انگشت‌نگاری انجام دادن و در نهایت هویت این قربانی مرموز فاش شد. شهلا کریمانی. این وسط یه نکته مهم وجود داشت. این زن یه دایی داشت که حسابی پیگیرش بود. اون دایی بود که مفقودی خواهرزاده‌شو به مأمور پاسگاه گزارش داده بود. حالا همه این سوال تو ذهنشون بود. شهلا چطور و چرا باید اینطوری توی قبر پیدا بشه؟ همزمانی این اتفاقا خودش یه پازل بزرگ بود. درست همون روزی که بدن بیجون شهلا با اون وضعیت هولناک از خاک بیرون اومد، پلیس هم بلافاصله دست به کار شد. تنها مظنون اصلی پرونده کسی نبود جز شوهر سابقش، امید احمدی ملقب به امید چنگه. مردی که حالا به اتهام جنایت دستبند به دست به آگاهی مهاباد منتقل شده بود. اما پشت این ماجرا زندگی پر از درد و رنج یه زن مظلوم بود. شهلا زن 38 ساله اهل روستای بهفروان مهاباد، مادر 2 بچه بود. یه پسر که تازه رفته بود سربازی و یه دختر بی‌نوای 9 ساله که حالا باید یتیمیشو تاب می آورد. داستان زندگی شهلا از همون بچگی تلخ بود. مادرش رو خیلی زود از دست داده بود. پدرش هم دوباره ازدواج کرده بود. شهلا و خواهرش زیر سایه نامادری بزرگ شدن تا اینکه پدرشون هم فوت میکنه و این 2 خواهر باید تنهایی توی اون محیط بزرگ میشدن و بعدش شروع یه زندگی مشترک اشتباهی. شهلا تو 16 سالگی هنوز کم سن بود که با امید ازدواج کرد. این وسط از همون اول بوی خوبی نمیداد.
گزارش‌ها نشون میداد که زندگی مشترک این دو نفر پر از دعوا و درگیری بود تا اینکه بالاخره صبر شهلا لبریز میشه. بعد از عیاشی‌های پی در پی امید که مثل خوره جون زندگی رو میخوره، شهلا که دیگه به آخر خط رسیده بود تصمیم سختی میگیره. حدود 1 سال قبل شهلا رسما از امید طلاق میگیره. اون همه حق و حقوقش رو هم میبخشه. فقط میخواست از اون زندگی جهنمی خلاص بشه. اما انگار امید حتی از دست دادن زنش هم براش کافی نبود. اون موقع بود که امید بچه‌ها رو هم از شهلا گرفت و زندگی رو برای این زن بیچاره سخت‌تر از قبل کرد. زندگی شهلا مثل یه غم بی‌پایان بود. بعد از جدایی اول، اون که تنها مونده بود مجبور شد بره خونه خواهرش. برای اینکه بتونه خرج خودش و دخترش رو در بیاره، دست به کارهای سخت زد. میونه باغای میوه و زمینای کشاورزی منطقه با زحمت کارگری میکرد تا لقمه نون حلال به دست بیاره. اما سرنوشت بازم بهش رحم نکرد. 2 ماه قبل از اون اتفاق هولناکی اتفاق عجیب افتاد. با یکی از همون زنایی که باهاش ارتباط داشت ازدواج کرده بود. بله، امید 1 سال پیش طلاق گرفته بود و بعد از مدتی با زن جدیدش ازدواج کرد. اما انگار یه جای کار میلنگید. امید دوباره با یه پیشنهاد غیرمنتظره به شهلا رو میکنه و میگه برگرد دوباره زن من شو. این دفعه فقط برای اینکه دخترت یه سر و سامونی بگیره. شهلا که وضعیت دخترش رو میدید، علیرغم مخالفت شدید خواهرش تسلیم میشه و دوباره به زندگی با امید برمیگرده. البته این بار به عنوان زن دوم امید برای شهلا و دخترش یه خونه توی مهاباد اجاره میکنه و قول میده پسر سربازش هم که از خدمت برگشت پیش اونا زندگی کنه. اما این آرامش قبل از طوفان دوام نیاورد. خواهر شهلا از همون اول راضی به این برگشت نبود. این وسط فقط نامادری شهلا بود که توی این 2 ماه 2 بار تلفنی احوال شهلا رو پرسیده بود. اما از حدودای 20 شهریور به بعد دیگه هیچ تماسی جواب داده نمیشد. تا اینکه اون روز وحشتناک فرا رسید. نامادری دوباره به گوشی شهلا زنگ میزنه، اما این بار صدایی که گوشی رو جواب میده صدای یه مرد غریب است. اون مرد با خونسردی اعلام میکنه من این گوشی رو نزدیک مرز حاجی عمران تو پیرانشهر پیدا کردم. اگه کسی میگه که صاحبشه بیا تحویل بگیره. بعد از اون تلفن مشکوک که گوشی شهلا رو یه مرد غریبه نزدیک مرز حاجی عمران پیرانشهر پیدا کرد، کار دیگه از حالت عادی در اومد. نامادری که از سکوت شهلا ترسیده بود رفت سراغ خواهر و دایش قضیه رو لو داد. اونا هم یقه امید چنگه رو گرفتن و گفتن شهلا کجاست؟ امیدم که استاد پیچوندن بود یه داستان سر هم کرد و گفت شهلا 30 میلیون تومان پول از خونه دزدیده و زده به چاک. پیچید سمت عراق، اقلیم کردستان. الانم با یه مرد عراقی ازدواج کرده و داره خوش میگذرونه. اما خانواده شهلا که چشمشون به این آدم باز بود، فهمیدن داره دروغ تحویلشون میده. سریع رفتن پیش پلیس مهاباد و شکایت کردن. اما هیچ ردی از شهلا پیدا نشد. تا اینکه بالاخره 9 مهر ماه یکی از اهالی روستا که خیلی زرنگ بود یه چیزی اون وسط مشکوک به نظرش رسید و اومد خبر داد. اون روز بود که پیکر شهلا کشف شد. نه کنار مرز، بلکه توی قبرستان همون روستا. دایی شهلا که از خیلی وقت پیش دنبال خواهرزادش بود، سریع رفت پزشک قانونی مهاباد تا پیکر کشف شده رو ببینه و شناسایی کنه. وقتی هویت شهلا تایید شد، فهمیدن دیگه قضیه یه جنایت بوده و پیکرش رو فرستادن پزشکی قانونی ارومیه تا مشخص بشه به چه دلیل از دنیا رفته. پزشکی قانونی هم اعلام میکنه که شهلا با فشار بر عناصر حیاتی گردنش جون داده. پرونده شهلا دیگه تبدیل شد به یه فیلم ترسناک. با اعترافات امید احمدی اقدم یا همون امید چنگه، قضیه دیگه مشخص شد. این آدم که کلا اهل دعوا و اعصاب خردکنی بود و برای همین بهش لقب چنگه رو داده بودن، بالاخره تو آگاهی مهاباد کم آورد و ریخت به اعتراف کردن. امید قشنگ اعتراف کرد که شهلا رو با روسری خودش کشته. اما بدتر از اون اینه که این کارو جلوی چشمای دخترش انجام داده. بعدم شبونه بدن بیجون شهلا رو انداخته توی قبرستون روستا و روش خاک ریخته. جالبه که این شیطان بیرحم هر بار که بردن بازجویی یه دروغ جدیدی تعریف میکرد. انگار که میخواست گیجشون کنه. ولی نظر پزشکی قانونی قاطع بود. مرگ به وسیله روسری اتفاق افتاده. در حال حاضر امید چنگه تو بازداشت آگاهی مهاباد مونده تا مشخص بشه قانون چه حکمی براش در نظر میگیره. بچه‌های شهلا و خواهرش که اولیای دمن حسابی شاکیان و از دادستان مهاباد خواستن که حکم قصاص رو براش اجرا کنن. اما یه گیر بزرگی وجود داره. پدر خود امید که پدر بزرگ دختر شهلاست، قیم قانونی اون دختر شده. طبق قانون اگه ولی دم رضایت نده برای قصاص، این پرونده به راحتی به قصاص ختم نمیشه و ممکنه آخرش با یه دیه یا زندان تموم بشه. خلاصه اینکه داستان هنوز بازه و سرانجام پرونده کاملا به تصمیم پدر عامل جنایت بستگی داره.